وقتی که جوانو بساط یعنی مدت شکسته باشه البته میروند و دختر تموم میکنن هم بعد غمشون کم میکنن من جهتایی مینوسش منفی کنم بعد بمیرن اتفاقی زندگی میشن در وقت برای چی؟ البته که اگر یک نیم سال شود صف جوانان و خدمت حربی زیادتر می شود و وقتی آنها بیهوده سپری نمی شود. حاضر هم نه عرضه خطی با صف جوانان رفته شدگی بسیار برای اینکه با شما میگه که خدمت حاضر بسیار خوشیدگی ترتیب داره همین برای همین اگر علاجش باشه همین بچه‌ها را سمت هم وقت‌ترش با آینده و همین رو یگان چی میگید شرایطی است که خواندن به یا دیگه چیزا بچه‌ها با یاری رسانه هم طلبات خود بسیار میشه ان شاء الله. نمیدونم. یک سال باشه با خوبتر نسبت به 2 سال. اما قدر کمتر باشه اما قدر خوبتر برای جوانو. به حد عمر 2 سال عمر داو خدمت میگذره. یک سال باشه یا نیم سال باشه خوبتر نیست. البته بازم صف خواهشمندان زیاد می شود، یعنی نه که اون نفرانی که 2 سال خدمت میکنند با آنها رسیدن نمیتونند، برای که اون چند قدری که مثلا در 2 سال یاد میگیرید در 1 سال یاد گرفتن نمیتونند. مثلا آموختن ماشین‌های حربی یعنی سلاح و نه چیزا رو اون نفرانی که 2 سال خدمت میکنند اینها با او رسیدن نمیتونند. آدم می خیش ذوق داشته باشه یا مقدم میگیرم اون چیزش یا مقدم میگیرم میآموزدن میآموزم یا مقدم روز اگه آدمی ندونستگی یا حیات آموزید نمیدونه باید یا حیات مثال دانشگاهی هستن که درسی وینی ندارن بعدی بود کردن دانشگاه یا دانشکده میخوان که 1.5 سال با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان وارد شوند خود به هر حال 1.5 سال خدمت میکنن حجت حربی رو وارد به دست میارن.